بحران در خاور میانه را بسیار کشورهای مسلمان نشین محکوم کردند. در پایان جلسه که روز شنبه در عربستان سعودی برگزار شد، رهبران این کشورها از جمله تاجیکستان به ختم بلافاصله عملیات نظامی در غزه دعوت کرده، توضیح اسرائیل را که گفته است از خود دفاع میکند رد کردند. در این جلسه از جمله پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از تأسیس دولت فلسطین پشتیبانی نموده کشته شدن اهالی آسایشته را محکوم کرد. پیش از برنامه کامبیس فتاحی رئیس رادیو فردا را که با وضع منطقه خوب آشنا است به صحبت دعوت کردیم و نخست پرسیدیم تا کجا به نظر او جلسه که در عربستان سعودی برپا شد برای ختم این جنگ یا حداقل سبکتر کردن این بحران میتواند تاثیرگذار شود؟ خب بیشتر این جلسات میشه گفت سمبولیک و نمادین هست، یعنی اثری به صورت مستقیم بر جنگ غزه و همچنین عملیات اسرائیل نخواهد داشت. حتی موضع‌گیری های کشورهای اروپایی هم در گذشته در درگیری‌های گذشته هم اگر نگاه بکنیم لزوماً بر موضع اسرائیل تأثیر جدی نداره. بزرگترین در واقع بازیگر این عرصه در مورد فشار احتمالی و مؤثر بودن موضعش بر اسرائیل دولت آمریکاست که در حال می‌بینیم که تا حد بسیار زیادی موضعش نزدیک است با اسرائیل و یک به صورت قاطع نیامده و بخواد مانع از عملیات ارتش اسرائیل در غزه بشه. بنابراین اگر کشورهای عرب و کشورهای اسلامی دور هم جمع میشن و موضع‌گیری‌هایی میکنن معمولا اثری نداره و این رو هم بگم معمولا یک چنین موضع‌گیری‌هایی رو مردم فلسطین در غزه در کرانه غربی عمدتاً یک چنین موضع‌گیری‌هایی رو چندان به خصوص از طرف کشورهایی که رابطه دیپلماتیک برگزار کردن و برقرار کردن با اسرائیل لزوماً جدی نمیگیرن. بنابراین هرچند از لحاظ نهادی و دیپلماتیک برای رهبران این کشورها مهمه که دور هم جمع شدن موضع‌گیری میکنن، اما در عمل به نظر نمیاد که نه بر روند این جنگ تأثیر گذاشته بذاره و نه مانع از ادامه عملیات اسرائیل بشه. و سوال دیگری من این بود که آیا دورنمای جنگ ادامه یابنده در خاور میانه را چگونه می‌بیند و تا کجا آن از نیزاها در گذشته تفاوت دارد؟ خب این جنگ و بحران میشه گفت بی سابقه است. در جنگ‌های قبلی در سال 2012 2014 هیچ وقت حماس به این شکل وارد اسرائیل نشده بود و بیش از 1200 نفر رو قتل عام نکرده بود در آبادی‌های بسیار مختلفی در جنوب اسرائیل. بنابراین ضربه‌ای که اسرائیل خورد میشه گفت بی سابقه است. واکنش اسرائیل هم قابل مقایسه با دوران قبل نیست. خود من در سال 2012 2014 میلادی در داخل غزه بودم. جنگ‌ها معمولاً در درگیری‌های گذشته چند روز تا چندین هفته طول می‌کشید، حد اکثر و تمام میشد. به این شکل نبود و اسرائیل لزوما نیروی زمینی به این شکل نمیفرستاد. الان برخلاف گذشته که سیاست مهار حماس بوده و ادامه در واقع محاصره غزه، الان اسرائیلی‌ها میگه صحبت از در واقع این میکنن که حماس باید ریشه‌کن بشه و همینطور غزه از نظر اونها تهدید کردن که دوباره اون رو به اشغال نظامی در خواهند آورد. بنابراین ما میشه گفت در یک فاز و در یک مرحله دیگر هستیم که در گذشته شاهدش نبودیم. تشکر. کامبیس فتاحی رئیس رادیو فردا به سوال‌های ما پاسخ داد.